آقا سلام رفقا، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید ویدیو جدید. بچه من چند روز قبل 2 تا ویدیو گذاشتم در مورد اینکه چجوری وارد کالاف بشیم. اون روش جوابه، ولی خب این روشی که براتون آوردم 100% تضمینیه و تضمین میکنم که وارد بازی میشید. باید DNSی که تو این ویدیو بهتون معرفی میکنم با پینگ 48 تا 55 میتونید بازی کنید تضمینی. با بهتون ثابت میکنم تو این ویدیو، بهتون نشون میدم که با چه پینگی من خودم بازی میکنم. بچه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفا لایک ویدیو رو بکوبید و این ویدیو رو شیر کنید که رفیقاتونم ببینن و یاد بگیرن و بتونن با پینگ 50 کالاف بازی کنن. بچه لایک رو بکوبید، بریم سراغ ویدیو. خب رفقا نها کنید، یه برنامه اینجا هست، اینا همچین DNS چنجری هست. آره، عکس این DNS این شکلیه. خب بعد شما میید داخل کجا این گوگل پلی رو باز میکنید. خب بچه شما میید کجا اولا؟ خب بعد خب بچه شما میید کجا؟ شما اولا میید تو این برنامه گوگل پلی بعد می نویسید DNS چنجر. DNS چنجر رو می نویسید. بعد چند مدل DNS بالا میاد. حالا من عکسشو ندارم، اما مایکت هم میشه دانلود کرد. مثلا من مایکت بزنم ببینید شما اینجا می نویسید DNS. من می نویسم DNS، هم خالی هم نویسید میاد. این DNS هست، شما نصبش کنید. بعد وقتی که وارد بازی بشید، مثلا من روشن شدم، یه DNS مخصوصی هم داره، اگه اون رو روشن کنید با پینگ 40 میره. بقیه DNS ها فکر نکنم درسته باشه. مثلا نکن میاد اینجا پینگو رو زده دیگه. مثلا نکن اینا یه دونه اینجا بالا یه عکس سرعتی هست، بغل یه علاوه بالا هست این سرعت، اونو میزنید. آره بیا اینا پینگا رو نشون میده. مثلا اینجا زده 33، ولی خب مثلا 40 اینا بهتون میده. مثلا من این 27 رو انتخاب کنم. وای میستید بس آمارم بس شد. بعد شما میاد کجا؟ میاد داخل این بازی، داخل کالاف میاید، وارد کالاف شید. من تا کالاف بالا بیاد ویدیو رو کات میکنم تا بالا بیاد دیگه. خب آقا کالافمون بالا اومد. تا لابی که خیلی عادیه اومدن، تا لابی اومدن که خیلی عادیه بالا اومدنش. ما بریم یه مچی هم واسهتون استارت کنیم با همون DNS بچه ها. حالا من عکسش هم نمیاد داده بگید. با همون DNS اومدم. مثلا آب کد رو استفاده کنیم، یه مچ ردی میکنیم. حالا ببینید شما اینم یکم طول میکشه. اینجا هم یه کاتی میزنم تا بالا بیاد بازی. خب رفقا بالا آورد. این پینگو نگاه کن خدا وکیلی. نه تو پینگو نگاه کن، ناموسم پینگو نگاه کن. با همچین پینگی بریم بازی کن. با همون DNS اومدم، فیکس با همون DNS اومدم. پینگو نگاه، یه ذره نوسان داره ولی خب اذیت کننده نیست در اون سطحی. آره اذیت نمیکنه ولی خب یه ذره نوسان داره ولی اذیت کننده نیست. شما میتونید این آدم بازی کنید. آره دیگه نگاه کن پینگو. آره 56. شما خیلی راحت میتونید بازی کنید و حالشو ببرید. من خودم با همین برنامه بازی میکنم دیگه. امیدوارم. آره نکن نوسان داره، یه ذره نوسان داره ولی همیشگی نیست. امکان شانسیه، کاملا شانسیه، امکان نوسان داره. آره نگاه